فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. آقای شامی از نیلشهر تربت جام سوالشون اینه که آیا کسی پاهاشو به طرف قبله دراز بکنه گناهکاره؟ این در واقع استدلال کلی که فقها از این کردند از آیه من تعظیم شعائر الله و من یعظم شعائر الله هست که این در واقع فإنها من تقوی القلوب، که اینو گفتن از تقوا و از اصل ایمان است که انسان مسلمان به شعائر الهی در واقع احترام بگذارد. فقها درباره این که احترام گذاشتن به شعائر الهی چی هست، برخی از فقها در اینجا یک مطلبی رو ذکر کردند که جایز نیست که پاها رو به طرف قبله دراز بکنند. این فقط یک استدلال از این مفهوم کلی این آیه هست. اما در میان احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که ما نگاه میکنیم هیچ گونه دلیلی برای حرمت این عمل وجود نداره. یعنی از نظر شرعی چنین حکمی حرام نیست و جایز هست انسانی که در مسجد نشسته یا در منزل نشسته سر مصلاش هست نماز میخواند خسته شد اشکال ندارد میتواند پاها را به طرف قبله دراز بکند و این بنابر قول عموم فقها هیچ گونه اشکالی نداره. فقط برخی از فقها یک استدلالی کردند و یک استنباطی کردند که این استنباطشون استنباطی که مؤید به دلیل صریحی باشه در واقع نیست. پس بنابراین این عمل هیچ گونه اشکالی نداره و این بی حرمتی به خانه کعبه قبله قلمداد نمیشه. در روایت هست در صحیح مسلم این روایت وجود داره که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که هنگامی که کسی که در نماز هست اگر شما در نماز ایستادید به طرف قبله تف نیندازید در هنگامی که در نماز هستی و این تعلیل کرده زیرا که شما به طرف الله متعال در واقع شما برای خدا سجده میکنید زیرا که الله در میان شما و قبله هست. در این مورد این ممنوعیت اومده، اما در هیچ روایتی نیومده که شما پایتان را به طرف قبله دراز نکنید. و اضافه بر این در فقه اسلامی در میان مذاهب اسلامی بحث خیلی شدیدتر از این وجود داره که آیا در هنگام نشستن برای قضای حاجت و اجابت مزاج روبروی قبله نشستن یا پشت به قبله نشستن جایز هست یا جایز نیست. بحث این است که آیا در داخل دستشویی که به اصطلاح دیوار داشته باشه جایز هست یا جایز نیست، یا در فضا و در فضای باز جایز هست یا جایز نیست. در این اندازه برای قضای حاجت روبروی قبله یا پشت به قبله در این مورد بحثی شده که عموم فقها نظرشون این است که در هر صورت جایز نیست استقبال به قبله در حالت قضای حاجت یا استدبار جایز نیست. برخی از علما هم نظرشون این است که اگر در صحرا باشه جایز نیست و اگر در داخل دستشویی باشه جایز هست که توجیه میکنند و دلیلشون حدیث حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه است. اما در این زمینه وقتی که ما نگاه میکنیم میبینیم که مقایسه وقتی بخوایم مقایسه بکنیم در میان این دو تا مسئله میبینیم با هم دیگر اصلا قابل مقایسه نیستند. حتی فقها استدبار به قبله را یعنی پشت نشستن به طرف قبله را در هنگام قضای حاجت بسیار از فقها جایز میدونن یا بسیار از فقهای دیگر حتی روبروی قبله قضای حاجت کردن را در دستشویی زمانی که در دیواری باشه جایز دانستن. پس بنابراین دراز کردن پا به طرف قبله هیچ گونه ممنوعیت شرعی و گناهی رو نداره. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.